شروع کردن واقعا کار سختیه. شروع کردن هر کاری، استارت زدن هر کاری یکی از سخت ترین بخش اون کاریه که قراره انجامش بدی. سلام، من ماهانم. اینجا تراپکست، اپیزود 0 تراپکست. خیلی خوش اومدید، امیدوارم حالتون عالی باشه. سوالایی که تو ذهنتونه رو قراره دونه دونه جواب بدیم بریم جلو. اینکه چرا تراپکست ترکیب تراپی و پادکسته. من دکتر نیستم، من قرار نیست نصیحتتون کنم، قرار نیست واسهتون نسخه‌ای بنویسم. یه گپ خیلی کوچیک و گرم قراره با هم دیگه بزنیم. اگر مشکلی که داری، یعنی مشکلی که قراره راجبش حرف بزنیم، این همون مشکلی که تو هم داری. یعنی تایتل ویدیو رو وقتی میبینی چرا شروع کردن کار سختیه و این مشکل رو تو زندگیت داری، پس این ویدیو برای توه و امثال این ویدیو برای اون کسایی که این مشکلاتی که تایتل گفته رو دارن. نظر پیچیده گفتمش، خودم هم قاطی کردم. هر چی بگیم و چی بشنویم، هر راجع به یه سری دغدغه ها و مشکلاتی که هممون داریم، مثل همین تایتلی که روش کلیک کردی اومدی داخل ویدیو و امثال این تایتل ها، امثال این موضوع ها، راجع به اینجور چیزا با هم گپ میزنیم، صحبت میکنیم. حالا اگر تو هم مشکلی داری، دغدغه‌ای داری، میتونی تو کامنت واسم بنویسی یا لینک تلگرام هست، میتونی اونجا پیام یا وایس برام بفرستی، مشکل تو بگی که مثلا تو اپیزودهای بعدی راجبش با هم دیگه حرف بزنیم و گپ بزنیم. خب بریم سر اصل مطلب. چرا شروع کردن کار سختیه؟ چرا شروع کردن هر کاری سخت؟ چون معمولا استارت زدن هر کاری با ترس از کم بودن، با ترس از قضاوت، با کمالگرایی شروع میشه، با یه سری از این حساس که باعث میشه جلوی ما رو بگیره، یه سد برامون درست بکنه که نتونیم اون کار رو شروع بکنیم. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که مغز ما کلا دنبال تنبلی و جمع کردن انرژی و همیشه تو حالت بقاست. واسه همین وقتی به یه کار نامشخص میخوری، یه کار بزرگی مثلا به ظاهر بزرگی بهش میخوری یا یه کاری رو قرار شروع بکنی، تو ذهنت اینجوریه که، یعنی مغزت اینجوریه که میخواد انرژی ذخیره بکنه، جلو تو میگیره. واسه همین اون کار سخت میشه برات. حالا راهکار چیه؟ 3 تا راه وجود داره واسه اینکه بتونیم استارت بزنیم و اون کاری که میخوایم شروع بکنیم و شروع بکنیم. حالا راه اول چیه؟ اصطلاحاً بهش میگیم میکرو قدم. یعنی چی؟ یعنی قدم خیلی خیلی کوچیک. یعنی اگه قراره مثلا یه ویدیو یوتیوب ضبط بکنی، برای مثال همین کاری که مثلا من دارم میکنم، قراره یه ویدیو یوتیوب ضبط بکنی، فقط واسه شروع کردن بشین، دوربینو بذار جلوی خودت، بشین فقط 1 دقیقه، فقط 2 دقیقه، اصلا هر چند دقیقه‌ای که تو ذهن تو میطلبه، اصلا تو بگو 30 ثانیه، بشین جلوی دوربین حرف بزن یا فقط دوربین رو نگاه کن. همینجوری هر روز، یه روز در میون، 2 روز در میون، هر وقت که حوصله‌شو داشتی، هر وقت که حالا در توانت بود، این کار رو انجام بده. آروم آروم این حرکت‌ها رو انجام بده، برو جلو و میتونی قطعاً یکی از راه‌ها رو پاس بکنی و رد کنی. حالا لم دوم و قانون دوم چیه؟ ناقص بودن خیلی بهتر از ناموجود بودن و انجام ندادن اون کاره. یعنی وقتی یه کاری وجود نداره خیلی بدتر از اینه که تو یه کاری رو ناقص انجام بدی. پس سعی کن استارت تو بزنی و 70 یا 80 یا حتی 50 بودن خیلی بهتر از اینه که تو حتما باید 100 باشی، چون هیچ وقت ممکنه به 100 نرسی و وقتی به 100 نرسی کارتو شروع نمی‌کنی. پس 80 بودن هم اوکیه به خدا، 70 بودن هم اوکیه به خدا. اصلا نیازی نیست حتما با 100 باشی که شروع بکنی، حتما باید فلان ابزار رو داشته باشم، حتما باید فلان کار رو داشته باشم، فلان تجهیزات رو داشته باشم تا شروع کنم. شروع کن، فقط شروع کن، همین، فقط شروع کن. حالا موضوع سوم چیه؟ استحقاقو کم کن. یعنی چی استحقاقو کم کن؟ یعنی همه چی رو آماده کن، همه پلنا رو بچین، زیادی فکر نکن، انتخابا رو زیاد نکن که بخوای بینشون گیر بکنی، استحقاقو کم بکن. نذار جلو تو بگیره یه سری اتفاقات رندوم. واسه خودت تایم تعیین کن. مثلا بگو امروز حتما 10 دقیقه وقت میذارم واسه این کار، امروز حتما 3 دقیقه وقت میذارم واسه این کار و اون کارو حتما بیا واسه 3 دقیقه هم که شده، واسه اون تایمی که تعیین کردی دیسیپلین باید داشته باشی. واسه اون تایمی که تعیین کردی بیا بشین و اون کارو حتما توی اون بازه زمانی که برای خودت انتخاب کردی حتما انجامش بده. با این 3 تا کار راحت، حالا نمیتونم بهت بگم راحت، شاید واسه یکی سخت باشه، با این 3 تا کار خیلی راحت تر نسبت به قدیمت میتونی یه کاری شروع بکنی، مرحله به مرحله. با این 3 تا حرکتی که بهت گفتم راحت ازش عبور میکنی، به همین راحتی.
اگرم راجع به موضوع خاصی میخواید صحبت بکنید یا یه قصه خاصی دارید میتونید تو کامنت ها بگید یا تو تلگرام بگید، لینکش هست، میتونید اونجا راجبش حرف بزنید و ما تو اپیزودهای بعدی راجع به اون موضوعی که تو گفتی یا شما گفتید راجع به اون گپ میزنیم و حرف میزنیم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدی. این اپیزود 0 بود. اپیزود بعدی میشه اپیزود 1 و امیدوارم تو اپیزود 1 هم ببینمت. خداحافظ.